ما حال همو بابیت رو ببینم در خانه غرضه بابیت با کی هسته؟ موما مامت هم هست؟ نه موما مالی عدیر ده نکی حال بابیت همیج ده یاخی؟ او بابیم تو که حال خانه تان دوره ایجا نه این رسیدم این همین خونی ما این همین معلم خونی ما خیلی برین اختون ختی بابی مسئلت کنی چی خیلی من خدا میرم ختی بابیت مسئله میکنم پیش درو خیر رفتم پیشی بابیت این چی گپای؟ یگان حرمت عزت بین آموزگار و بین شاگرد عموما دیده نمیشه در تو ما ایق مهنت میکنیم درس میتیم تعلیم میکنیم تربیت میکنیم شما را این شما باشه رفتار نه نه بابیم بیاره داینا سلام علیکم و علیکم السلام سلام بابی خوبه اینجا شکر این نمیری خطونه یا ها این نویری خدمت نمیری خطونه یا ها. بابی با فکرم که برای تربیت کردنی همین خودت یا وقت نداری یا که خودت تربیت نمیکنی همین را چو مکتب تربیت میکنن کو مکتب تربیت میکنن درست بابی اونه که باید فرزند اول تربیت را در خانه بگیره که بعد در مکتب آخه یگر نیم در اندک عقل یاد بتین تمیز یاد بتین یگر آداب و معرفت گوزنی یاد بتین آخه اما آموزگاریم بین ما و بین شاگرد قطعی همین نویری شما که عموما یگان نمود تربیت داری دیده نمیشه وای 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 یگان نمود ستونای گوزنی نیست که این آموزگار رو حرمت کنه و گوزن یاد بگیری این چی گپای بابی آخه نمیدونم من دوی نصیحت میکنم که هم پیشی استادات هم فقط سری خم بیست سری خم شمشیر نمیبورو میگم آینه بابی خودت آدمی با عقل میتاوی نه که ایره چخیری تربیت کردی من حیرانم تا این حالی ایروزینه کاری که دیگه ایره من خودم گوزنم یا که خودت گاو میزنی بابی تا نه من گاون میدونم معلم جان لبای خودت خوش رو گاو میزنی و نه که من خودش بگم ها من گوزنم بابی من گوزنم این چی گپای تا کی ما خب میکنیم دیگه نمیشه و خواب کدن یا که ایره تعلیم و تربیت میکنیم بابی یا که نویرتان دلاش ای مکتب میتم سر میکنم شب بگی یگان مکتب دیگه بر درس بتیان شب نه نه من یگان مکتب نمیرم یگان مکتب میره چوب آخری گاو میزنی مکتوب خمانده میخونم یک گوزن کو چیکار کردی امیروز چی گناه کرده بگو تو پلنگ چی گناه کرده که تو گوزن گفته سمسنی معلم بابی تزریق کردی چیکار کردم چی خیلی چیکار کردی چی گفتی طرفی من واه من چی گفتم که گفتی؟ من گفتم که من پول ریمان نمیارم انا دیدی بابی واه. در مکتب وقتی که میخونه ای اون مکتب تعلیم میگیره تربیت میگیره چوب پولی دیمانتی مکتب نمیآورده همه شاگردا میآورد یعنی این مینه همین نویری شما نمیآورده برای چی کرد انا که برای چی اکو چو تو نمیسپاریدی نمیسپارم چو آخه بابی لبای وقتی که خمون آقلامون ریمان کردیم ها یا ما دو پول ندادن کو شده ما برای ریمونت مکتب پول میدادم اکو دل خودمان کارگر انتخاب کردیم کارگر کی را کردیم صدقه نامی احترام شوی روز نیم روز شده که تو دیگه کی کار میکنی کی اکبت کار میکنی نمه دست در کار میزنی که با پیشانیم عرق کرد تشنگی دل سوختم و بیا به سرقنی کار کو نخواه آدم همه خیلی شوخ وایه به قدر آدم میرسی آدم قدر میکنی نه که تم به قدری همه آدم برس آخی صدقی وی یا تو آمدی بیا اگر سویگی دم بگی ایجی بیوی من خیال کردم که حالی تو نی آمدی تا آمدم خیلی آمدی ولی هیچ کار نکردی کو ها حالی هم هیچ کار نکردی کو ای بابی هر روز ریخ السلام علیکم چو این روز دیر شید اینقدر و علیکم برسولم چو دیر کردی این روز آخه خواتیر کردی من خیال کردم که تو دیگه نمیایی یکا ای ما چخیر بابی من وقتی لاز کردم وعده کردم میام و این همه کار رو مونده که هیچ خیلی شید ای چو در بابی میومدی نپرس کی خمام علمم زیادی بچه ها چی گفت خمام علم دارم کوینی گریک لوختی میام دیر میکنی تو شما غرغر میکنی که دیر میکنی دیر نشو بگفته میونه بول کردم بنی جنگل خطی آمدم درست کردی خیلی راه کوتاه میشه ها بیمدی راه کتوگی زد بالونی بیلی کن کفیده وای که همون بالونی بیلی که نه همه
خوی کردم سوز کیسم که دم کنم گفتم یا جای کشیدگی شد درست کردی که ای توی جنگل یا دختر پیدا شد یا دختر پیدا شد دختر آه در جنگل آه خودم نسلیم نیست کی دختر آه خودش توخه آخی در جنگل در دوری جنگل این نه کاش توقع پیدا شدم گفت که چو کسی گفتم نمیبینی عدوشیه نمیبینی گفتم راحت کسم من قریبت نگفتم آخی خیلی موخی اول دختر گشت گفت که میفورد عدوشی راحت کنی کی گفت دختر وای چرا گفت آه یه او دخترم نه که دختر بله دختر همون میشه بوبی در جنگل خودش توخه خوش توقع به کدام تورده بودی کجا بالونی ویلی کفی اینا اون احمد طرفی شما توی جنگل درآمدن ده این یک گردش میشه گردش نه در همشه کو سری درها ده سری در ده بعدی خورای مرغلون آه ها انا همونجا ولی که مکفید بالونش ای کدام روش اومد ای این روش اومده که اینا علی چپ نه علی راست اومدن راست که ساعتی چند بود سحری روز کردم بسه بدم وای همون تو هر روز میگذاشت تو باشه من کی جو میدونم من همین روز دیدم همون دختره بپرسیدش نه اخی قال میدونی من گفت من گوش کو خی او آمد او دختر میبینی تو گفته که چیکار کرده سی تا قهری بعد تو گفته نمیبینی راحت کدام سام هم خیلی گفتم راحت بابای چی گفت بعد گفت که میفورد عدوشی راحت کنی خیلی گفت بعد تو چی گفتی گفتم بالا میخوام هموخی بابای چی گفت با اتشورکر ایدستم کشید گرفته زد ای بالاشم کفان انا گفت که عدوشی راحت کن انا بعد دیگه دستم خودی ایسیسی میکنید سوزون بالای دیوان سویت گیرون میکنم نیسته وی قصه رفته این رفته اوخیه تو پلنگه تو که سویت کشتی بره قهرش کرده او هم تو وقتی نکاح کرده نه او طاقت نکردی چه میکردک بعد نکاح خواه سویت میکشتی خواه گیران میموندی هیچی گپ نبود آخی او چون کشتی سویت ای بی مامام شید عیبی مامان شید مامان در خانه نیسته چقدر عیبی او شیده بوده چه گناه داره کمتری مامان ای می مامان مرا نصیحت کرده بود کی بچم در کجا که یگون سویت گیرونای بکش کی او چوچک من پر کار میکنه